اکنون برادران و خواهران گرامی قدر، الله سبحانه و تعالی برای ما و شمایان توفیق بدهد و راه هدایت را برای ما و شمایان گشوده بگرداند. موضوع دیگری که ما در دست داریم از این موضوعهای مبارک از کتاب آداب‌های طالب علم از شیخ عبدالمحسن القاسم حفظه الله تعالی. سپس موضوعات دیگری که ما با همراه شما امروز از این آداب طالب علم میگیریم و اینم فضل و کرم الله سبحانه و تعالی برای ما و شمایان است. در این بحث امروزه از این آداب طالب علم در بیان نیکی به پدر و مادر و آداب طالب علم در بیان پیوستن خویشتباری و همچنین آداب طالب علم کمک به مردم و برآوردن حاجت‌های آنها. این موضوعات را با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان خواهیم گرفت. اولا نقطه اول آداب طالب علم اندر بیان نیکی به پدر و مادر، اندر بیان نیکی بر پدر و مادر صحبت خواهیم نمود و از درگاه الله سبحانه و تعالی توفیق می‌طلبیم تا دست ما بگیرد ما تا توانیم این رسائل را به سمع شمایان برسانیم. پس اولا مبحثی که ما گفتیم با همراهی شمایان میگیریم در اینجا بیان آداب طالب علم اندر بیان نیکویی بر پدر و مادر، اندر بیان نیکویی بر پدر و مادر. مؤلف حفظه الله تعالی می‌فرماید که بر الوالدین من اجل الاعمال، می‌فرماید نیکی بر پدر و مادر از بهترین عمل هاست. نیکی بر پدر و مادر از بهترین عمل هاست. و سئل نبی صلی الله علیه و سلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که پرسیده شد ای العمل احب الی الله، گفت ای رسول الله کدام عمل محبوب تر است نزد الله سبحانه و تعالی؟ قال الصلاة علی وقتها، رسول الله در جواب گفتن که در وقتش نماز را در وقتش ادا کردن. قیل، سپس کسی پرسید ثم ای، سپس کدام ای رسول الله کدام عمل محبوب تر عمل نزد الله است؟ ثم بر الوالدین، گفتند سپس نیکویی بر پدر و مادر. روایت بخاری و مسلم است. این که نیکویی بر پدر و مادر، الله سبحانه و تعالی این نیکویی رو بر پدر و مادر نزدیک نمود با حق خودش. اینکه الله سبحانه و تعالی میفرماید در باب عبادت و اخلاص از برای او هنگامی که نیکویی خوب میشد و احسان زیاد میگردد، قول الله سبحانه و تعالی که میفرماید و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا، پروردگار را عبادت نمایید و بر او کسی چیزی را شریک قرار ندهید و بالوالدین احسانا، و بر پدر و مادر خود نیکویی کنید. پس این نقطه نشان می‌دهد که بعد از نمازهای فریضه از همه عظیمترین و عزیزترین عمل در نزد الله متعال بعد اطاعت و فرمانبرداری او این نیکویی به پدر و مادر است. بعد اطاعت و فرمانبرداری الله سبحانه و تعالی اطاعت، احترام، خدمت، سخن نرم، غمخواری، نگاه و بین، خوشگذرانی عظیم است که در قرآن بعد توحید، بعد پرستش الله سبحانه و تعالی ذکر شده است که الله فرمود و عبد الله را عبادت نمایید و بر او کسی چیزی را شریک قرار ندهید. سپس چی گفت؟ و بر پدر و مادر نیکویی نمایید. برای همین اولین چیزی که از بندگان الله طلب کرده میشد این پاکی اعتقاد است از هر گونه غرضها. سپس نماز و ذکر حقوق پدر و مادر. پس این نشان می‌دهد که مقام آنها، جایگاه آنها در اسلام عظیم و بزرگ است. و می‌فرماید شیخ که بر الوالدین خلق الانبیاء، به درستی که نیکویی بر پدر و مادر این اخلاقی انبیا هست و دعب الصالحین است. نیکویی بر پدر و مادر این اخلاقی انبیا هست و خوبی صالحان است. قال الله تعالی فی وصف نبیه یحیی، الله متعال در بیان وصف پیامبرش یحیی میفرماید که و برن بوالدیه، بر پدر و مادر خود نیکوکار بود. و برن بوالدیه، در شأن یحیی پیامبر الله سبحانه و تعالی که ما نقطه ذکر نمودیم، بیر نیکویی به پدر و مادر این خلق انبیا هست
و برای ما الله سبحانه و تعالی این مثال رو میآورد و برا بالوالدین، با پدر و مادر نیکوکار بود، ولم یکن جبارا عصیا و متکبر سرکش نبود. و از عیسی علیه السلام در بیان عیسی علیه السلام میفرماید و برا بوالدتی، بر پدر مادرم بر مادرم نیکوکار بودم، ولم یجعلنی جبارا شقیا، و الله سبحانه و تعالی مرا از متکبران بدبخت قرار نداد. درباره یحیی علیه السلام که نسبت بر پدر و مادرش چی نیکوکار بود، نافرمانی نمیکرد. درباره عیسی علیه السلام همیشه نسبت بر مادرم نیکویی میکردم و الله مرا از ظالمان و ناسپاسان قرار نداد. پس این از اخلاق پیامبران نسبت بر والدین خود که این نیکویی رو به درجه اعلا بر آنها انجام دادن، اطاعت و فرمانبرداری آنها در غیر معصیت الله، احترام و خاکساری و به هیچ گناه به احترامی و ظلم نسبت آنها رو روا نمیدادند. پس این پیامبران گرامی برای ما یک نمونه هستند، یک نمونه درس ما از اخلاق آنها در نسبت نیکویی و پدر و مادر داشته باشیم. باید اول اخلاق خود رو با پدر و مادر اصلاح نماییم، آواز بلند نکردن، جنجال نکردن، آنها رو نرنجانیدن. سپس میفرماید شیخی بر الوالدین سبب فی تفریج الکربات، نقطه عظیمی رو ذکر می‌نماید. خوب گوش بدهید. میگوید که نیکویی بر پدر و مادر سبب دور شدن غم‌ها می‌گردد و نازل شدن برکت‌ها و اجابت دعوات و اجابت دعای بندگان می‌گردد و به ینشرح الصدر، با واسطه نیکویی بر پدر و مادر قلب انسان گشوده می‌گردد و تطیب الحیاه، و حیات انسان، زندگی انسان شیرین و نیکو می‌گردد. عبدالله ابن وقت حرامی میگوید که رحمت الله علیه لا تجد عاقا، خوب گوش بدهید، لا تجد عاقا، تو میگه هیچ عاقی را نمیابی، تو هیچ عاق شده را نمیابی، الا وجدته جبارا شقیا، مگر این که تو او را یافت یک انسان متکبر و سرکش و بدبخته. و قول الله سبحانه و تعالی را این هنگام تلاوت نمود که الله میفرماید و برا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، و بر مادرم نیکومن بودم و پروردگار من را از جمله بندگان سرکش و متکبر و شقی بدبخت قرار نداد. پس نیکی بر پدر و مادر سبب دور شدن غمها، نزول برکات، فراوانی در رزق و عمر، قبول گشتن دعاها، آسودگی دل و شیرینی زندگی می‌گردد. برای همین در حدیث آمده است که فرزند نافرمان را نمیابی مگر این که او را سخت دل و ناسپاس میابی. پس هر کی با پدر و مادرش خوب است، بسیار وقت در زندگی آرام و آسوده حال است. سبب برکات در خاندانش، گشاده شوی کارها، قبول گشتن دعاها. برعکس آن نافرمانی از پدر و مادر دل را سیاه میکند، این انسان را منتکار قرار میدهد و بیرحم و ناسپاس میسازد. برای این سببهای رهایی از عذاب دنیا و آخرت بعد توحید الله این نیکی به پدر و مادر و اصلاح نفس است. اگر خفگی شد عذر پرسید، اگر حقوقش را کم کرده باشید جبران کنید. پس نیکی به پدر و مادر این است که تا آنجایی که گناه نیست تو از او اطاعت فرمانبرداری کنی، با او با ملائمت روبرو شوی، با آرامی با احترام رفتار نمایی. برای شیخ میفرماید که بر الوالدین یکون بطاعتهما فی غیر معصیت الله، یکی از نیکویی‌های عظیم بر پدر و مادر اطاعت کردن آنها در غیر معصیت الله و رسولش و خفض جناح الذل لهما رحمتا و عطفا. در غیر معصیت الله از آنها فرمان برداری کنی، اما آنجا که اگر در معصیت الله بود نافرمانی میکنی و قنات پراهای بیچاره حالی را و رحمت را بر آنها میگذاری، با آنها راستگو هستی، با آنها احسان کاری میکنی. و اینکه یکی از نیکویی‌های دیگر بر پدر و مادر این است که بعد وفات آنها با نزدیکان آنها رابطه را قطع نمی‌کنی. اولا همیشه در حق آنها دعاگو هستی، در حق آنها صدقه میدهی، چگونه که رسول الله فرمود اذا مات الانسان، هنگامی که انسان وفات کرد انقطع عنه عمل او از او کنده میشود مگر سه چیز: صدقه جاریه، علمی که در او منفعت رسونده میشود، فرزند صالحی که دعا میکنه در حق پدر و مادر. روایت مسلم است. و پیوستن تو ای بنده
با آن کسانی که پدر مادر تو آنها را دوست می‌داشت در حیاتشان. چون یک در حدیث آمده است این ابر البر، از نیکوترین نیکویی ها صلة الولد احلی ود ابیه، سیله رحم کردن پسر آن کسانی را که پدرش دوست می داشت با نزدیکان پدرش. روایت مسلم. این نقطه ها مهم است. با دعا کردن برای آنها، دادن صدقه به نام آنها و از نیکویی رابطه نگاه داشتن با دوستان پدر و مادر، رابطه خشتباری و نزدیکان آنها. و قول پیامبر را فراموش نکنید که بزرگترین نیکی این است که شخص پس از مرگ پدر و مادرش با دوستان آنها رابطه می نماید و بر آنها نیکویی می کند. و از صحابگان پیامبر رضی الله عنهم، عمر رضی الله عنه چنین میکرد که یک روز در راه مکه یک مرد دهاتی را دید، به او سلام داد و او را در سواره خود سوار کرد و سله خود را به او داد و به او گفتند ای عمر، چرا این مرد عادی را، این مرد فقیر را، این مرد دهاتی را اینقدر احسان احترام میکنی، در حالی که ما خودمون بر این نیاز داریم، اصلا بر این نیاز داریم. عمر رضی الله عنه در جواب گفت این مرد از دوستان پدر من بود، از دوستان پدر من بود. من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود بهترین نیکی آن است که شخص دوستان پدر و مادرش را بعد از مرگ آنها احترام کند، بعد از مرگ آنها احترام کند. پس اطاعت هرچی که گناه نیست، معصیت نیست، باید کرده شود. پدر مادر میگه بیا فرزند به من کمک کن، این کارو انجام ده، همراه هم بیا. اما اگر آنها با امر کنند که خلاف دین است، تو را به گناه دعوت میکند، در این هنگام امر و اطاعت نیست، ولی همان احترام باقی میماند. بدون اینکه به آنها جنجال کنی، بلند کردن آواز، تحقیر، قبیح گویی، این کارا قطعا انجام نمیدهی. سخن نرم، چهره کشاده، زیارت آنها اگر با آنها نیستی، پرسیدن احوال همیشه همه وقت، کمک در کارهای خانه، کمک در خراجات و طبابت، همه این در نیکی‌های عظیم داخل می شود. با دعا بعد مرگ آنها، صدقه در حق آنها، با نزدیکان پدر و مادر رفت آمد کردن، در حق آنها دعا کردن، از نام آنها صدقه دادن. از هر پدر و مادری که از دنیا گذشتن این نیکویی‌ها نسبت آنها کرده شود و از همه گونه بدعت‌ها و نوآوری‌ها دور باشد. نه هفتم، نه چهارم، نه سر سال، نه دوشنبه، نه پنجشنبه، نه دسترخوان جمع کنی، نه نمیدونم دیگه چیزای دیگه هست. با چند چیزای نو دیگه پیدا شده است، ما به خبر هستیم. از همه چیز دور باش. بارک الله فیکم.